این فیلم رو ببینید. چارپایه یکی از دختران دانش آموز میشکند. او خیلی خونسرد از جای خود برمیخیزد و نگاهی به چارپایه خودش میاندازد که آیا سالمه یا نه و میبیند که چارپایه شکسته و کاریش نمیشه کرد. او بلند میشه و در حالی که لبخند بر چهره دارد با اعتماد به نفس و قدرتمندانه که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده به کار خودش ادامه میده. در پایان این نمایش هماهنگ در حالی که همه چارپایه خودشون رو در جلوی خودشون قرار دادن، او نیز چارپایه شکسته خودش رو جلوی خودش قرار میده و در حالی که همه دوستان شرکت کنندش میخواهند بعد از رفتن به چارپایه خودشون حرکت نمادین خودشون رو انجام بدن، دختری که چارپایه‌اش شکسته با اعتماد به نفس و خلاقیت خودش یک حرکت متفاوت نمایشی رو به اجرا میذاره. میخوام به معلمان و والدین عزیز این نکته مهم رو یادآوری کنم. به جای اینکه اینقدر به آموزش دو تا، حفظ کردن جدول ضرب، حفظ کردن فرمول‌ها، حفظ کردن محتواهای درسی به درد نخور اهمیت بدید، قبل از اون به تربیت دانش آموزانی اهمیت بدهیم که اعتماد به نفس و عزت نفس کافی دارن، تاباوری و شاد زیستن رو بلدن چگونه در موقعیت‌های سخت خودشون رو نبازن، همون گونه که هستن زندگی کنن، حتی بر روی سن در معرض دید هزاران نفر باشه. جای خالی بسیاری از این آموزش‌های مهم و کاربردی و حیاتی در سیستم آموزشی و حتی خانواده‌ها بسیار بسیار خالی است و کسی نیست. باید خودمون بیاییم این فضاهای خالی رو پر کنیم، وگرنه فردا خیلی دیره.